پدرت کی فوت کرد؟ در 39 سالگی زمان زلزله رودبار. زمان زلزله رودبار یعنی چی؟ ببین میدونی چرا؟ چون من همیشه میگم در زلزله رودبار همه فکر میکنن زیر آوار کشته شده. خب ولی اینطوری نبود. بابا راجب مرگ پدرت من چرا باید سعی کنم گریه تو رو در بیاد؟ بفرمایید. خدا رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. تو میخوای من زشته بخندم؟ خب بگو. نه بابا روح اونم شاد روحش شاد. آره آدم بابا. شوخی بود. ببین واقعیت ببین توی اون شبی که زلزله رودبار اتفاق افتاد، خب ما رشت زندگی میکردیم و خونه ما شروع کرد چرا میخندی؟ تو میخندی. چند سالش تو؟ 39 سال. بدتر درد داره نداره؟ خب بعد اینجوری بگم که آدم ها ناراحت نشن دیگه. خب دیگه. آره خب بیا همینجوری بگم بابام بریم. 39 سالش بگه که فوت شده. الیکا یتیمی چطور؟ نمیخوام اشک نه دارم سوال کردم. میگم الیکا یتیمی چطور گذاشت برای تو؟ تو بگو منم